به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل و نور جان برافت. سلام و عرض ادب خدمت همراهان کانال. با دوره پیشرفته و رایگان دنیای RTM در خدمت شما عزیزان هستیم. خب با ماژول اول از سیلابسمون در خدمت شما عزیزان هستیم. سکشن 1 مبحث کلاسیک. در این حال جلسه در مورد دیدگاه معامله‌گران کلاسیک صحبت می‌کنیم. خب ما در جلسه پیش ادعا کردیم که ما قراره استاپ بقیه معامله‌گران رو ترید بکنیم و حالا برای اینکه به اون درک برسیم ابتدا باید اون سبکایی که ما حالا بقیه معامله‌گران روش معامله میکنن رو بشناسیم و با مبحث کلاسیک شروع میکنیم. این که اصلا معامله‌گران کلاسیک به چه صورت ترید میکنن. خب میریم روی چارت و حالا با هم صحبت میکنیم. خب بیاید ابتدا روی شماتیکا با هم صحبت بکنیم و بعد بریم مثال ها رو بریم. خب حالا ما با کل مبحث کلاسیک کاری نداریم دوستان، چون هر سبکی بالاخره توی مارکت هر کی یه جا میخره یه جا میفروشه. اصلا همین ها باعث بالا پایین های قیمت میشه و باعث میشه ما این قله ها و در ها رو ببینیم. اصلا در این شکی نیستش. معامله‌گران کلاسیک هم میتونن سود بکنن. من معامله‌گران زیادی رو دیدم با این سبک کار میکنن. سبک درستی هستش، ما نمیگیم اشتباهه. ما چون که قرار مکتب خودمون رو آموزش ببینیم، پس نیازه که این دیدگاه رو نسبت به کلاسیک کارها داشته باشیم. و اگر نسل و ابد و هیچ توهینی نیست. اتفاقا معامله‌گران کلاسیک واقعا معامله‌گران قابل احترامی هم هستن. در آمار پراپ فرم ها هم میتونید این موضوع رو ببینید. پس ما هیچ برتری نسبت به اونها نداریم دوستان. در بعضی مواقع ما برتر هستیم و در بعضی مواقع اونها. پس حالا چون بازی احتمالات هست، فکر نکنید که اینجا قراره زیر بغل ما رو پیدا شد. این گونه نیست. خب یک کلاسیک کار معمولا میاد برخورد سوم یک خط روند رو ترید به این صورت که ما در یک روند صعودی قرار داریم و میان و یک خط روندی رو ترسیم میکنن و سعی میکنن در برخورد سوم اینجا یک بایی رو بزنن و استاپشون رو هم پشت لوی قبلی درج. و حالا هر ریواردی رو که مد نظرشون بود میگه. خب معمولا استاپ معامله‌گران کلاسیک کمی بزرگ هستش و ریواردهای حالا کمتری رو در تایم فریم های بالاتر میگن. در تایم فریم های پایینتر کلاسیک کارها میتونن اسکلپ بکنن و ریواردهای بزرگی رو بگیرن. اما دیدگاه کلی این هستش که یک کلاسیک کار میاد و برخورد سوم خط روند رو تریدش بکنه و یا اینکه خیر اینجا میاد و اینجا شکسته میشه و در برگشت اینجایی که شکسته شده رو معامله میکنن و یک شورتی رو میگیرن. حالا استاپ رو هم میذارن پشت اینهای این و اینجا و حالا یه تریدی رو میکنن. خب پس با نحوه ترید خط روند ها آشنا شدیم. بریم و ادامه داریم. گاهی اوقات هم میبینید که میان و قیمت یک کانالی رو تشکیل میده. به این صورت یه رنجی رو تشکیل میده و اینها استراتژی این هستش که در کف کانال خرید بشه و در سقف کانال فروش بشه. به این صورت که الان اگر که ما به این صورت که میان و یه پوزیشنی رو اینجا میگیرن و حالا یه استاپی رو فرض بکنیم که اینجا یه لوی هستش، میان اینجا و استاپشون رو قرار ندن و تارگت رو سقف کانال قرار. و یا اینکه خیر در سقف کانال اینجا فروشنده میشن و حالا با استاپ فرض بکنیم پشت این سقف و به کف کانال میان یه تریدی رو انجام. یا اینکه خیر با الگوهای کلاسیک میان و ترید میکنن. به عنوان مثال این الگوی مثلث رو و میگن هر زمان که این شکسته شد پول بک زد ما میخریم و به قصد این بالا تریدش. یه استاپی رو هم حالا به اینجا میذارم و یه تیپی رو قرار. یا برعکسش برای سل هم
همین صورت انجام میدم، یا اینکه خیر ما درون یک روند قرار دارم و با هر شکسته شدن سقفی به عنوان مثال وقتی که این سقف پرقدرت میشکنه میام و اینجا تریدش میکنم به این صورت و یه استاپی رو اینجا قرار میدم و حالا یه تی پی رو هم برای خودشون قرار و یا با سطوح حمایت و مقاومت ترید میکنم به این صورت که اگر ما اینجا به سطح حمایتی رو داشته باشیم میگن که اگر که اینجا شکست در برگشتش اینجا سل میگیرم، حالا با یه استاپ اینجوری برگشت و اگر که خیر اینجا هم میان یه حالا تریدی رو انجام میدم به این صورت که زمانی که دوباره برمیگرده به این حمایت دوباره این رو میخرم و حالا به قصد این تارگت اینجوری به اینجا بای میزنم. حالا میگن در بعضی منابعشون میگن هر چی تعداد برخورد اینجا بیشتر باشه معتبرتره و حالا این رو تریدش و یا اینکه حالا یه ناحیه مقاومتی دارم و میگن که اگر قیمت رسید به اینجا یه سل میگیرن فقط سالا تی پی ای پایین و اگر که قیمت اونجا رو شکست اینجا رو شکست در پول بکش به اینجا یه خریدی رو انجام حالا به قصد یک تی پی. خب حالا با هم دیگه بریم نمونه ها رو ببینیم که اصلا اینا چطوری کار میکنن، اصلا کار میکنن و اینکه حالا اگرم که کار میکنن به چه صورت هستن. به عنوان مثال فرض بکنیم که ما اینجا هستیم و تقریبا نزدیک این لو هستیم. به عنوان یک کلاسیکار اینجا چی میبینیم؟ اینجا ما یه خط روند نزولی میبینیم که به این صورت یک کلاسیکار ممکنه که بخواد اینجا رو تریدش بکنه به قصد حالا تارگت های پایین اینجا به این صورت. استاپ رو هم اگر پشت این لو بذاریم خب میبینید که خط روند به راحتی شکسته میشه، استاپ این افراد زده میشه و بعد قیمت شروع میکنه که به ریزش. دیگه به چه صورت میتونیم ببینیم؟ ببینید دوستان اگر که حالا اینجا یک ناحیه مقاومتی باشه برای من خب یک کلاسیکار سعی میکنه که اینجا رو سل بگیره اما اینجا شکسته میشه و استاپ رو اینجا میزنه. دیگه این که ببینید دوستان اینجا خط روند ما حالا اینجا عمل کرده و به این صورت میبینید استاپ چقدر بزرگ هستش. پس مواقعی که عمل هم میکنه استاپ خیلی حالا بزرگ هست. اینجا رو ببینید اینجا یه خط روند نزولی میشد ترسیم کرد و اینجا رو سل گرفت و با استاپ پشت اینها که باز هم میبینید اینجا استاپ شده و بعد از این کار رو برگشته بالا نقل میگیر جمع کرده برگشته اینجا. دیگه چی میبینیم دوستان؟ اینجا رو ببینید اینجا این خط روند ماست. میبینید که اگر که ما اینجا یک پوزیشن لانگی رو میگرفتیم و استاپ رو هم پشت این لو میذاشتیم باز هم استاپ ما خورده شده. اگر که اینجا رو به عنوان یه ناحیه مقاومتی در نظر بگیریم و اینجا رو سل بکنیم
حالا با این استاپ میبینیم که اینجا استاپ ما خورده شده. اگر که اینجا رو به عنوان ناحیه مقاومتی در نظر بگیریم میبینیم که اینجا استاپ ما خورده شده. اگر که با شکستش روی پولبکش بخوایم وارد شیم میبینیم که اینجا استاپ ما خورده شده. اصلا چرا اینجوری میشه؟ چرا مباحث کلاسیک این حالا مباحث پیش پا افتاده درون حالا دنیای ترید فراوان هستش؟ یعنی شما به عنوان کسی که میخواید تازه ترید رو شروع بکنید ابتدا این مباحث رو جلوتون میذارن و میگن که با همینها ادامه بدید. مارکت میکر میاد و دیدگاه‌هایی رو توی مارکت عرضه میکنه که بتونه حالا اون فریب رو، عملیات منیپولیشن رو، عملیات دستکاری رو انجام بده. فرق نمیکنه چه بازار بورس باشه، حالا اون لیکویدیتی که در اون مارکت هست کمتره، یا میخواد بازار فارکس باشه که لیکویدیتی بسیار بزرگی رو داره و اونجا دیگه اساسا ما تریدرهای خرده پا اصلا حساب نمیشیم و مؤسسات و بانک ها و هج فاند ها هستن که در اونجا فعالیت های خودشون رو دارن و عملا این منیپولیشن ها بر روی اونها انجام میشه. خب اصلا چرا اینا رو صحبت کردیم؟ ببینید دوستان، تو این ویدیو قصد نداریم که کل مبحث کلاسیک رو تدریس بکنیم، چرا که خودش یک مکتبی هستش و مباحث بسیار زیادی رو در بر میگیره. فقط خواستیم با دیدگاه حالا کلاسیک کارا آشنا بشیم. میگم توی کلاسیک کارا تریدرهای بسیار خفنی هم وجود دارن که تونستن حالا این منیپولیشن ها رو، این دستکاری ها رو پیداشون بکنن و ستاپشون رو بهینه بکنن. خب شما اگر که حالا کلاسیک کار میکردی و مبتدی هستی احتمالا این دیدگاه رو روی چارت داشتی که من جا مقاومت دارم، اینجا یه دونه پوزیشن سل میتونستی بگیری، استاپ میخوردی، بای میگرفتی، استاپ میخوردی. توی RTM ما قراره که اینها رو پوشش بدیم. یعنی حالا بعدها در موردش صحبت میکنیم اما یه گروجی هم داشته باشیم. بعدها میگیم که مثلا اینجا این گلفه و ما اینجا اف او داریم و این های قراره که رد بشه. قرار نیست این مقاومت برای ما عمل بکنه. انواع این تریکا رو شناسایی میکنیم و اصطلاحا از این مواردی که الان مثال زدیم به عنوان نواحی که حالا مستعد لیکوید شدن هستن استفاده میکنیم. این نواحی رو میاد و دستکاری میکنه. توی آرتیم اصطلاحا میگیم که نواحی BSC داریم، نواحی فیک. و خب به این صورت عمل. این ویدیو حالا صرفا فقط یه آشنایی خیلی کوتاه بود با بعضی مباحث کلاسیک، این که اصلا بشناسیم موضوعات اصلی کلاسیک رو و اینکه چگونه حالا روشون ترید میکنن و نحوه استاپ گذاریشون به چه صورت هست. پس حالا اگر که از قبل این چیزا رو میدونید و یکم حرفه‌ای تر هستید صبر بکنید، صبوری بکنید. بعضی از دوستان حالا تازه مباحث کلاسیک مقدماتی رو گذروندن و این مباحث براشون میتونه که جالب باشه. و یه نکته دیگه دوستان، ببینید شما اگر که الان یک کلاسیک کار حرفه‌ای هستید و حالا میتونید ترید بکنید، نیاز نیست ادامه دوره رو ببینید اگر که براینده مثبتی رو دارید. چرا که دوستان ببینید هدف ما در این دوره دستیابی به جهت ورود خروج و استاپ هستش. اگر که شما قبلا به این اهداف دست پیدا کردید بهتون پیشنهاد میکنم که این دوره رو نرید. اما اگر که با اون مکاتب ارتباطی نگرفتید و حالا به این صورت استاپ میخورید و درگیر مارکت میکر میشید، خب بهتون پیشنهاد میکنم این دوره رو حتما ببینید. خیلی قراره به دردتون بخوره. خب به انتهای سکشن 1 از ماژول 1 رسیدیم و این آیدی کانال ما هستش. ادامه دوره رو در اون کانال قرار میدیم. قرار بر این شد که هر هفته شنبه و یک شنبه جلسات در اون کانال قرار بگیره تا شما بتونید اون رو در روزهای تعطیل بازار ببینید و تمرینشون بکنید.
حالا تحلیل‌های بیشتر از جفت درس‌ها، از حالا سهم‌های بورسی رو در اون کانال قرار میدیم. این هم آیدی گروه ما هستش، میتونید حالا در اون گروه بیاید و با هم دیگه صحبت بکنیم و حالا تمرین هاتون رو ارسال بکنید و از اینجور به مباحث و جلسات رفع اشکال و اینجور چیزا. این هم آیدی پشتیبانی ما هستش، هر گونه انتقادی داشتید، پیشنهادی داشتید، میتونید با ما در میون بذارید. اول و پایان هر شعری خداست، او فقط سلطان شعر و واژه‌هاست. یا هر خدا نگهدار.